سلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند و تماشابینان گرامی. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. بزرگمهر یاروف و آتش نمرود. شکایت جنت الله کامل به سازمان‌های دفاع حقوق بشر نسبت بازداشت و فشار خویشاوندانش از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان. مهاجران کاری اکنون می توانند بدون عبور سرحد با سپاریدن پتنت پولی بودجه خود را در روسیه ادامه دهند. باز هم در سرحد قزاقستان و ازبکستان مهاجران درمانده اند. این دفعه حدود 3000 نفر. تماشابینان گرامی، داستان پرستویی را که برای خاموش کردن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم را به خاطر دارید؟ وقتی پرسیده شد چرا خودت را زحمت می‌دهی و آب می‌کشانی در حالی که هیچ نفع به ابراهیم از این آب کوچکی تو نیست، پاسخ داد: من می‌دانم، اما مسئولیتم را اجرا می‌کنم. از آن زمان چند هزار سال گذشته است، اما داستان آن پرستو تا حال وردی زبان هاست و یکی از شیرین ترین و آموزنده ترین داستان های تاریخ است. و پرستو هم قهرمان. هرچند پرستو قهرمانی نشان نداده، تنها مسئولیتش را اجرا کرده است، فقط با کمال مسئولیت و به نحوی احسن. تماشابینان گرامی، ما قهرمانی داریم 1000 بار قهرمانتر از آن پرستو، اما بجز نفران اندک از او یاد نمی کنیم. خطر بجان آن پرستوی حضرت ابراهیم تهدید نمی کرد، چون نمرود و لشکریانش در گمان است که او را دیده باشند و اگر هم می دیدند تنها به حالش می خندیدند. اما قهرمان دوران ما با دانستن اینکه بزرگترین خطر به جانش تهدید می کند، تنها مقابل نظام نمرودی قیام کرد. تعقیب، تهدید، دستگیر، شکنجه، زندان شد، اما از مبارزه اش دست نکشید و مسئولیتش را کنار نگذاشت. هرچند در بند زندان است، هنوز برای خاموش کردن آتش آب میکشاند و هنوز تنها نامش نمرود و لشکریانش را به لرزه می آورد. رژیم امام علی رحمان 15 سال آمادگی دید. 15 سال آمادگی دید، با تمام قدرت برخاست تا پای رقیب اساسیش حزب نهضت اسلامی را از میدان سیاست بیرود. برای این راه را سالها هموار کرد. رقیبان کوچکتر زیادش را از بین برد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تضعیف کرد و وقتی همه چیز آماده شد و برخاست تا رقیبش را از پا درآورد، یکی برخاست و گفت: من اجازه نمیدهم، چون خلاف قانون است. پرستوی شاهین دل برخاست. این قهرمان کیست میدانید؟ این پرستو را میشناسید تماشابینان گرامی؟ این پرستوی ما حقوقدان، حقوق شناس و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف است که امروز زادروز دارد. نماد جسارت، غرور، مسئولیت شناسی و سربلندی، نماد شرف، ناموس و جوانمردی. اول خندیدند و به استهزا گرفتند، سپس تهدیدش کردند، تعقیب نمودند، بازداشت و شکنجه کردند. پای خانواده، والدان، زن و فرزندش را به میان کشیدند، ولی همان حرفش را تکرار ساخت: من اجازه نمیدهم، چون غیر قانونی است. برای بیش از 12 ساله روانه زندانش ساختند. پدر مهربانش را از دست داد. برادر و خواهرش مجبور به هجرت شدند.
ولی همانا صدایش از عمق زندان شنیده می شود: من اجازه نمی دهم. و این صدا رعش در جان نمرودیان انداخته است. این صدا در تمام اقصی نقاط جهان شنیده می شود. هزارها هواباز مخلص پیدا کرده است. در محفلها از این صدا حرف می زنند. برایش جایزه ها معین می کنند. در بلندترین سطح حقوقی جهان آزادیش را طلب می کنند. ولی هنوز او همان پرستوی تنهاست. بزرگمهر هنوز آب می کشاند و هیچ پرستوی در وطنش جرأت نمی کند به او همراه شود و یا از او دفاع کند. آتش نمرود همگیر شده است. خشک و تر را می سوزد. دیگر نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بلکه کل مردم برای نمرود دشمن، خاین، تروریست، وطن فروش شده اند و او تمام کشور را به آتش کشیده است تا دیگر هرگز ابراهیم ظهور نکند. ولی این پرستوی قهرمان هنوز آب میکشاند. میدانید چرا آن پرستوی زمان حضرت ابراهیم هنوز قهرمان و این داستان از شیرین ترین و جذاب ترین داستان هاست؟ میدانید چرا؟ زیرا اگر آن زمان تمامی فراشترک ها و پرندگان و درندگان و خزندگان دیگر آب می آوردند، هیچ آتشی نبود. اگر همه همدلی می کردند، هیچ آتشی نبود. نه تنها آتش، خودی نمرود با چاه و جلالش زیر آب می ماند و پای ظلم از جهان کنده می شد. تمامی وکیلان و فعالان نه، ما از همهشان نمی گوییم. 100 نفر، اگر 100 نفر به بزرگمهر همراه می شدند و می گفتند که ما اجازه نمی دهیم چون خلاف قانون است، دست نمرود زمان هم کیها کوتاه شده بود. میگویند بزرگمهر یاروف شریک درس یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان است. برای کدام کار دادستان از او قصاص میگیرد. میگویند شخص رئیس جمهور از جرأت کم نظیر او در غضب شده امر کرده است سخت‌ترین مجازات برایش تعیین کنند تا نام و اثری از بزرگمهر نماند. ولی تاریخ گواه است که بزرگمهرها برای 100 ساله ها، برای 1000 ساله ها قهرمان میمانند و مردم داستان آنها را چون نماد شرف و ناموس و جوانمردی به فرزندانشان قصه می کنند. ولی هیچ نام و اثری از یوسف رحمان ها نمی ماند. آنها برابر رفتن از وظیفه فراموش می شوند و بجز لعنت و نفرین یاد از آنها برده نمی شود. امام علی رحمان ها یعنی نمرود ها نیز در صفحه تاریخ چون داغ سیاه، چون شرمندگی انسانیت ثبت می شوند. 1000 ساله هاست که وقتی از ابراهیم ها یاد می شود نامشان را مردم با پیوند خدا رحمت کند می گیرد. ولی چون از نمرودها یاد می شود به نامشان پیوند دیگر همراه می شود. این چی است؟ لعنتش کند، خدا لعنتش کند می شود. لعنت خدا و بندگانش به نمرود و نمرودیان و رحمت پروردگار به ابراهیم ها و پیروانش باد. در فدراسیون روسیه من بعد از 1 ایول نفرانی که از کار محروم شدند می توانند بدون نگرانی از جریمه و دیپورت شدن در حدود روسیه بایستند و باید اندازه پتنت را سپارند و به خواطر کار یافته کار کنند. شرح بیشتر از این خبر با علاوه چند خبرهای دیگر را از همکارم صفیه بشنوید. جنتالله کومیل، مسئول دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمیته هلسینکی نروژ، خانه آزادی
و دیگر سازمان‌ها و رسانه‌ها در رابطه با بازداشت 5 برادر و خواهرزاده‌اش و بازپرسی خویشاوندان دیگرش کمک خواسته است. متن مراجعتنامه که در صحیفه جنت‌الله کامل در فیسبوک با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی نشر شد آمده است که مقامات مختلف تاجیکستان از جمله کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی از ناحیه دنغره و شهرهای کلاب و دوشنبه، همچنین کارمندان وزارت کارهای داخله از 2 تا 8 ایول چند خویش و تبارش از جمله خواهرش شادیگل کاملова، برادرش زبیدالله کاملov، همسری برادرش شریپова حسنیگل، دختران دادرشان فاطمه و معصومه کاملova را به مقامات برده بازپرسی کردند و طلب کردند که پسرانشان را به مقامات بسپارند. گفته شده است که 5 تن از برادرزادگان و خواهرزادگانش 1 هفته باز در بازداشت قرار دارند و جرمشان را تا حال اعلان نکردند. طبق قانونگذاری تاجیکستان اگر جرمی داشته باشند در طول 72 ساعت مقامات کشور جرم آنها را باید اعلام کنند. اما در این مدت 1 هفته جنت‌الله میگوید مقامات درباره جرم پیوندانش هیچ چیزی نگفته است و هیچ یک از نزدیکانش به آنها دیدار و ملاقات نکردند. آنها حتی به ادوکات هم تأمین نمی باشند. تا حال 5 نفر پیوندانش در بازداشت قرار دارند. جنت‌الله کامل میگوید جیانهای دستگیر شدهش ربطی به سیاست ندارند و به زندگی عادی مشغول بودند. جنت‌الله کامل از جماعت سبستانی ناحیه دنغره بوده، خانواده آنها از اعضای سابقه‌دار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میباشند. سال 1992 پدر و 2 برادر او از جمله 1 دادر 3 سالش و همین طور چند نفر دیگر از خویشاوندانش از جانب فرانت خلقی کشته شدند. جنت‌الله کامل سال 2015 در پی منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرد و در آلمان پناهنده شد. در فدراسیای روسیه من بعد از 1 ایول نفرانی که از کار محروم شدند می توانند بدون نگرانی از جریمه و دپورت شدن در حدود روسیه بایستند و باید اندازه پتنت را سپارند. در این باره وادیم کوژنوف رئیس فدراسیای مهاجران روسیه ضمن صحبتش در تلویزیون میر 24 خبر داد. وادیم کوژنوف گفت که یادداشت شد که 18 اپریل رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را به امضا رسانید که موافق آن مهاجران مهنتی از 15 مارت تا 15 ایون امتیازهای کلان به دست آوردند. یعنی مهاجران از سپردن اندازه پتنت و خود را به قید گذاشتن آزاد شدند. وادیم کوژنوف تاکید کرد که مقامات روسیه تمام چاره‌جویی‌ها را اندیشیدند تا در دوره مشکل کارانتین به مهاجران کمک رسانند. گفتنی است فدراسیای روسیه از 27 مارت چون 10 کشور دیگر مرزهایش را بست و پروازهای بین المللی لغو شدند. 15 ایون مهلت عمل فرمان مذکور تا 15 سپتامبر تمدید گردید. یگانه محدودیت در آن است که اکنون کسی که کار میکند و درآمد دارد باید اندازه پتنت را سپارد. نفرانی که از کار محروم شدند می توانند بدون نگرانی از جریمه و دپورت در حدود روسیه مانند. همچنین به مهاجران اجازه داده می شود که بدون عبور سرحد پتنت به دست دارند زیرا مرزها بستند. از روی گفتی وادیم کوژنوف اگر در این مدت ذکر گردیده مهلت پتنت مهاجر به انجام رسد او بدون عبور سرحد می تواند نوش را به دست دارد. رئیس مهاجران افزود که روسیه به وارد شدن مهاجران به کشور محدودیت جاری نکرده است و زمانی که کارانتین به انجام می رسد خواهشمندان می توانند به روسیه سفر کنند. باز هم در سرحد قزاقستان و ازبکستان مهاجران درماندند. حدود 3000 شهروند ازبکستان و تاجیکستان که می‌خواهند به کشورهای خود بازگردند در گذرگاه مرز قزاقستان منتظر اجازه عبور هستند. طور خبرگزاری قزاقی تنگری نیوز می‌نویسد انبوه تجمع افراد خارجی در مرز به دلیل بسته بودن مرزهای ازبکستان است. با گفته ساکن کالکامانوف معاون حاکم ولایت ترکمنستان قزاقستان، وزارت امور خارجه قزاقستان و سفارت‌های 2 کشور تاجیکستان و ازبکستان با تلاش‌های مشترک موفق به سازماندهی و انتقال چندین گروه از شهروندان این کشورها شدند. کالکامانوف به تنگری نیوز گفته است که سعی می‌شود پیش از همه زنان و کودکان به کشورهایشان برگردانده شوند. در روسیه از کرونا ویروس بیشتر از همه مهاجران آسیب دیدند. زمان پاندمی 40% شهروندان خارجی بیکار ماندند.
тавре нашрияи Коммерсант хабар медиҳад, тибқи натиҷаҳои назарпурсии Академияи хоҷагидорӣ ва хизмати давлатии Русия, мавриди корро аз даст додани русиягиҳо ҳамагӣ ба 23% пурсидашудагон дахл дорад. бо назардошти кормандоне ки маҷбурӣ ба рухсатӣ рафтанд, ҳиссаи муҳоҷирони даромадашонро аз даст дода 75% ва худи русиягиҳо 48%-ро ташкил медиҳад. дар Москав 76% муҳоҷирон ва 43% сокинони маҳаллӣ бекор мондаанд ё ба рухсатӣ бемузд баромаданд. даромади ҳамагӣ 19% муҳоҷирон аз кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ тағйир наёфта ё зиёд шудааст. дар ҳамин ҳол 51% муҳоҷирон дар тамоми Русия ва 54% муҳоҷирон дар Москав изҳор доштанд, ки ҳамаи сарчашмаҳои даромадро аз даст додаанд. дар мавриди сокинони маҳаллӣ ин нишондиҳандаҳо дар саросари Русия ба 27% ва дар худи шаҳри Москав ба 30% баробар аст. маълум шудааст, ки қисме аз муҳоҷирони меҳнатӣ тақрибан 38% дар Москав ва 42% дар саросари Русия пулҳои амонат доранд, лекин он танҳо ба муҳлати кӯтоҳ кифоя буда, танҳо 10% муҳоҷирон дар Русия ва 8% муҳоҷирон дар Москав тавонистанд бо ин маблағ карантини 3 моҳаро паси сар кунанд. дар марҳилаи аввали карантин пешгӯиҳо бисёр буданд, ки бо аз даст додани кор ва имкони бозгашт ба ватан надоштан, муҳоҷирон ба ҷинояткорӣ даст мезананд. тавре нашрияи «Ведомости» менависад, ин пешгӯиҳо тасдиқ нашуданд. бино ба маълумоти вазорати корҳои дохилии Русия нисбат ба моҳи апрели соли гузашта, моҳи апрели имсол шумори ҷиноятҳои аз ҷониби хориҷиён содир шуда 9.6%, аз ҷумла куштор 14.3%, роҳзанӣ 7.8%, ғоратгарӣ 28.6% ва дуздӣ 5.9% кам шудааст. این بود تحلیل ما و شرح خبرها تا این دم. بینندگان عزیز، برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ادنکلاسنیکی، توییتر، ساوندکلاود، وکانتاکت و غیره قابل دریافت است. در پایگاه پیام نقطه نت همه روزه از خبر و رویدادها گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند. این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا با پایگاه پیام نقطه نت. تماس با ما توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.